من الان میگم سوالایی شاید باشه که شما خیلی علاقمند نباشید بهش جواب بدیم، ولی به هر حال ثبت شده و تو تاریخ هم مونده و الان هم مراجعه میکنیم به فضای مجازی. رابطه شما با آقای وثوقی توش گفته میشه. آیا دوست دارید در این خصوص صحبتی بکنید؟ چون شاید خیلی از خانم‌ها خیلی علاقه‌مند باشن بدونن رابطه شما با آقای بهروز وثوقی چی بوده. ما آقایون خیلی برامون مهم نیست، ولی شاید شما خانم‌ها. من با بهروز نامزد بودم، خیلی هم به هم عشق و علاقه زیادی داشتیم و من فکر میکنم باید بگم قسمت هم نبود، فقط از گوگوش نازنین سپاسگزارم که سر راه من قرار گرفت که من این ازدواج را نکنم. چرا دیگه وقتی که آدم میاد 5 سال عمرشو میذاره با یک مردی که بگه عشق و امید و زندگی منه، بعد مثلا با نزدیکترین دوست من میره ازدواج میکنه دیگه، پس بهتر که من زنش نشدم. من باز ما میگیم بهروز وثوقی، شما میگه فردی. ما میگیم بهروز وثوقی، من میگه آره من دارم تلاش خودم. حالا بگید دیگه. ما از خبرنگار و دوستان خبری میخوایم که این بخش رو فقط اختصاصی برای همینجا شما بگید. ای بابا. ما داریم میگیم بابا بهروز وثوقی، من خود چون دوستش دارم خیلی. رحمتش کنه. بهروز وثوقی رو؟ نه بکن. گفتم آقای بک محمدی سر فیلم دور دنیا با جیب خالی که من و بهروز آقای بک بودیم، زبان همه ماها بود. آلمانی، انگلیسی، فرانسه، خدا شاهده چند زبان. ما نیازی نداشتیم که یکی، فقط خود اون بود که به داد هممون میرسید. روحش شاد باشه. روحش شاد. همین دست و دلبازی و خیرات و بهروز وثوقی هم داشت. نه همین سوال فقط جواب بده تو رو خدا. بس دیگه. شما خودتون خیلی راجع به بهروز وثوقی الان من گفتم 2 ساعت راجع به بهروز وثوقی باش. من خودم شخصا دوست داشتم اون موقع که جوونا وارد سینما بشن. مثلا برای فیلم خداحافظ تهران اون موقع آقای بهروز وثوقی دوبله کار میکردن و آقای اخوانا وقتی اومدن به من گفتن، صاحب سینما مولنروژ بودن، آقای ساموئل قاچیکیان، که یک جوونی از دوبله کار میکنه، دوست داره مقابله اون زن اول کار بکنه، شما موافقین؟ گفتم من از خدا میخوام که تمام جوانای نازنینمون وارد سینما بشن و موفق باشن. وقتی که اینو به بهروز گفتن، بهروز اومد و واقعا خودش هم نمیدونیم پر در آورده بود که من خوشحالم که دارم با شما فیلم خداحافظ تهران. نمیدونم شماها دیدین یا نه، ولی بسیار بسیار فیلم قشنگی بود، مخصوصا که عشق من و بهروزم سر همون فیلم شروع شد و خیلی تشویق شدن که کار سینما رو شروع کردن با همون فیلم. بهروز بازیگر فوق‌العاده خوبیه، ولی بهتره که من اصلا راجبش صحبت نکنم چون دوست ندارم. من 2 ساعت سوالو پیچوندم، بازش کردم که شما یه چیز مفصل بگی. نه اصلا درست نیست که
میدونین گذشته 50 سال گذشته و من اگر بخوام بشینم راجع به زندگی و خاطراتمون صحبت کنم وقت داستان‌ها پیش میاد. زندگی نمیگم و نحوه کار در قیصر، برخوردشون، همه این چیزا اصلا من نمیخوام راجع به بهروز حرف بزنم. اصلا من توی نقشایی که داشتم خیلی روی داستان تکیه میکردم و واقعا توی قالب همون رول میرفتم. البته الان من خودم فیلمامو که میبینم میگم ای کاش اینجا رو مثلا اینطوری بازی میکردم، یه ایرادایی از خودم میگیرم. من گفتم یعنی این بزرگترین افتخاره که نصیب من شده و من خیلی خوشحالم که با خانم فروزان کار بکنم.